برادر همین نام بختاور، درباره همین نام بختاور چی معنا دارد؟ بختاور یگان نامی بد ندارد ولی به زبان فارسی هست، به زبان تاجیکی هست. بخت آور یعنی که گویا بخت می آرد، یعنی که به هر حال مکروه هست، یعنی حرام نیست، واجب نیست تغییر دادنش، یکی این خیلی نام‌های نگذارید. حالی ما آینده در آیدی نام‌هایی که به زبان فارسی هست از جمله نام خودمان انشاءالله یک صحبت علاهیده در نظر داریم درباره عمومی نام‌ها صحبت میکنیم. فرزنداتون بختاور و خوشبخت و این خیلی چیزا نمانید، به زبان تاجیکی نامگذاری نکنید، لیکن ماندگی باشید، یعنی که تغییر دادنش حتمی نیست تا حرام نباشد. نام اگر حرام باشد تغییر دادنش حتمی هست، باید تغییر دید. اگر حرام نباشد یعنی اختیاری هست. اگر حال کودک باشد تغییر دهید، اگر کلان شده باشد و مشکل شده باشد و حجت ها وزنین باشد در این حالت الله المستعان.